دعوت نمیکند. باید ما با شرم باشیم، با حیا باشیم. زن هم باید فاحشه نباشند، به شرم و به حیا نباشند. امروز در تیک تاک و امروز در تمام دنیا آخه زن ترکله مکه نپرتا دختر تا ای بای. این طرف پیلوسی مسلمانان نیست. همین به حیایی است، همین به شرمی است که امروز در تیک تاک و در دیگر چیزها خدامونم بعضی مشاهده می‌کردیم دختری مسلمان از زنی مسلمان از دهنش نجاست می‌ریزد، به شرم و به حیا. این زن نه در نزد مردم قدر دارد نه در نزد آفریدگار. باید که انسان حیا داشته باشد، باید میگوید حیا داشته باشد وجودی آدمی زاد، لعنت بر وجودی به حیا باد. بزرگان آدمای به شرم و به حیا و به ناموس لعنت کردند، ملعونون. عزیزانی من، خدا نمیخوامنه ینها عن الفحشاء و المنکر میگه. دویم والبغی، و دویم کاری که بن خدا من کرد از کارهایی که در شریعت من کرده است. عزیزانی من، عرقخوری، زیناگری، دزدی، قماربازی، فالبینی، غارتگری، دروغچگی، پرسنت. خدا در این آیت من دارد. سیوم ظلم و بیدادی، کبر، جبر، تجاوزکاری، چی در معنوی باشد میگن مفسران، چی مادی باشد الله سبحانه و تعالی من کرده است. عزیزان